بعد از اینکه اپلیکیشن ثبت میشه بر اساس مدارکی که دانشگاه میفرسته و مدارک خودتون میفرستین و هزینه هایی که پرداخت میشه، وست بعد از یک مدتی جواب این اِوالویشن یا مدل سازی یا تایید مدارک رو انجام میده. برای اینکه ببینیم اینا چقدر هزینه داره و چه زمانی رو طول میکشه، بعد وارد این قسمت دوباره بشیم. منتها این دفعه میریم evaluations and fees، وارد این قسمت میشیم. این قسمت کارهای مختلفی انجام میده، چون در واقع وست فقط مربوط به ایمیگریشن نیست، مربوط به مسائل تحصیلی و کاری هم هست. حالا ما تو این ویدیو بیشتر زوممون روی ایمیگریشن بوده، بنابراین این قسمت رو هم وارد ایمیگریشن میشیم. کردیم وبسایت، اینجا که وارد شدیم بازی قسمت ایمیگریشن داره و شما میتونید که اولا که سمپل ریپورتش رو ببینید. این سمپل ریپورت در واقع شکل و شمایل گزارش نهایی هستش که وست ارائه میده. آشنا بشید با این قضیه. و باز هم من قسمت ایمیگریشن رو زدم. زمانی که برش در نظر گرفتن 30 روز هست، همینطور که می‌بینید 30 بیزینس دیز هست که این شامل زمان پست نخواهد شد. حالا اگر دانشگاهی الکترونیکی بفرسته که این زمان خیلی صرفه جویی میشه، ولی اگه با پست بخواد از ایران بیاد اونم خودش زمان خاص خودش رو داره. برای کل این پروسه $240 کانادا باید پرداخت بشه و یک سری ادیشنال فیز هم داره که حالا اینها ممکنه به همه تعلق نگیره. مثلا برای ریپورت های اضافی که هستش، کپی های اضافی که میخوان یا مسائل مختلفی که هست، اینجا ادیشنال فی هم ممکنه شارژ بشه، ولی اصلش $240 کانادا هستش. و این هم در رابطه با بحث زمان و قیمت وست هست. کسانی که نیاز دارن به این مدل سازی، فکر میکنم در حال حاضر حداقل 3 ماه رو باید در نظر بگیرن، بنابراین میتونن هر چه زودتر شروع بکنن و اپلیکیشنشون رو بسازن، اکانتشون رو بسازن، هزینه رو پرداخت بکنن، با دانشگاهشون تماس بگیرن تا دانشگاه ها مدارک رو بفرستن که بتونن ان شاءالله به موقع به این مدرک وست دسترسی پیدا بکنن. خب امیدوارم که این ویدیو به کارتون اومده باشه و بتونید ازش استفاده کنید برای انجام کار وستتون و خوشحال میشم اگر مواردی باشه که درش مشکل دارید یا مثلا برای دانشجوهایی که تحصیلشون این پروگرس هست، چون ما در این ویدیو بیشتر توضیح کسانی رو دادیم که مدارکشون رو گرفتن، چند سال از روش گذشته و میخوان حالا این کار رو انجام بدن. وست کارهای مختلفی انجام میده. به هر حال اگر در این زمینه ها سوالی داشتید، من خوشحال میشم که حتما بتونم بهتون کمک بکنم.